در ولایت سوخت دوامی 10 ماه سال جاری 8 نمودی محصولات قنادی به مقدار 565 کیلوگرم و 7 نمود محصولات گوشتی به مقدار عمومی 7840 کیلوگرم غیر استانداردی دانسته شده است. غیر استانداردی محصولات ها هنگام سنجش در آزمایشگاه محصولات خوراکواری و کشاورزی مرکزی تاجیکستان در ولایت سوخت از طرف متخصصان دقیق کرده شد. روشن بقایف سردار شعبه آزمایشگاه محصولات خوراکواری و کشاورزی مرکزی تاجیکستان در ولایت سوخت اطلاع داده تاکید کرد که این نمودی محصولات ها بعد نتیجه تشخیص از روی تمغه‌گذاری و هم صفت پورا غیر استانداردی دانسته شد. در این محصولات ها سنه استحصال نشان داده شده نبود که این اولین علامتی خطرناک بودن محصولات به حساب می شود. دوم محصولاتی که ما در نتیجه تشخیص معین کرده شد که محصولات تشخیص شونده دارای بوی‌های بیگانه می باشند که این علامتی ویران شدن صفت و شبهه پیدا کرده نسبت بخطری محصولات پیدا شد و این محصولات را ما همچون محصولات خطرناک بهاگذاری کرده آیدی با ترتیب دادن پروتکل نامطابقتی به شعبه‌های داخلدار پیشنهاد نموده. بنا به اطلاع مسئولین مرکزی تاجیکستان در تمام نمودی محصولات تیزنابود شونده از قبیل قنادی، شیری و گوشتی پورا در آزمایشگاه از تشخیص گذرانده شده صفت و بی‌خطری آن معین کرده می شود. هنگام معین نمودن صفت و بی‌خطری محصولات اینچنین جوابگو بودن آن به طلبات استانداردی پروتکل تشخیص پیشنهاد کرده می شود که در اساس آن به صاحبکار سرتیفیکت مطابقت آیدی صفتناک بودن محصولات داده می شود. در سیخ‌های استحصالی یا اینکه در پیشتر از طرف شعبه ناظرات سودا تا مراتوریه از نقطه سودا سرچینی نمونه عملی میگردد. بعد از آن که از طرف متخصصان سرچینی نمونه عملی میگردد با ترتیب دادن سندی سرچینی نمونه به شعبه آزمایشگاه ما پیشنهاد کرده می شود و در اساس سندی سرچینی نمونه پیشنهاد شده محصولات پیشنهاد شونده را ما پورا از تشخیص میگذارانیم و در اساس آن پروتکل تشخیص پیشنهاد کرده می شود. به فرارسی سال نو رسو یک ماه باقی ماند. در عرفه این جشن میلادی و فصل سرما طلبات ساکنان به خریداری محصولات قنادی خصوصا شیرینی های کرمدار زیاد می شود. در همین حال مسئولین مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر خوجند ساکنان را آگاه می کنند که از خریداری و استعمال چنین محصولات ها خیلی احتیاطکار باشند. به صنایع استحصال و مهلت نگهداری آن اهمیتی جدی دهند زیرا استعمال شیرینی و محصولات قنادی مهلت استفادهش گذشته یا خود پس صفت به سلامتی ضررآور بوده شخص را احتمال است که به زهرآلود شوی آورده رساند. در عرفه سال نو همه اون محصولات شیرینی که از طرف مردم خریداریشان بسیار می شود باید که به هر یک قاعده معیارهای سانیتری رعایت نمایند. یعنی که پیش از آغاز نمودن همه کار باید که هر یک کارمند باید با لباس مخصوصی کاری و گذشته از معاینه حتمی طبی اون محصولات استفاده می برده را باید که از وقتی که از مزاجان خود خریداری می نمایند باید که مثلا از جمله قیماق سمیتانه و دیگر محصولات هایی که آنها به روی استفاده و تیار نمودن محصولات های شیرینی استفاده می برند باید که خلاصه سانیتری اش را طلب نمایند. مسئولین مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر خوجند تاکید میکنند که ساکنان باید هنگام خریداری محصولات قنادی و شیرینی های کرمدار حتما از فروشنده سرتیفیکت صفت حجت تصدیق کننده صفت یعنی خلاصه سانیتری که از طرف مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی ولایت سوخت داده می شود طلب نمایند. بنا به اطلاع مسئولین مهلت استفاده محصولات قنادی 72 ساعت و شیری همگی 5 شبانه روز را تشکیل می دهد. بعد از مهلت معین شده گذشته علاقه محصولات صفت خود را گم می کند و هنگام استعمال و سلامتی خطرناک ارزیابی کرده می شود. اون محصولات هایی که از وقت استعمالشان می گذرند البته به انسان ضررآور و خطرناک می باشد زیرا بعد از استعمال چنین محصولات ها انسان به بیماری های سرایتی یعنی که زهرآلود شوی از غذا آمده می رساند. در 11 ماه سال سپری شده از طرف شهروندان شهر خوجند یگان نمودی بیماری های زهرآلود شوی از غذا به قید گرفته نشده است. کار در سمت مذکور دوام دارد. مسئولین گفتند که از طرف متخصصان شعبه خوراک و هم نمایندگان تشخیصگاه‌ها همه روزه در مرکزهای سودا و نقطه‌های فروش با صاحبکاران و صاحبان مغازه‌ها کارهای فهماندهی گذرانده می شود. هدف پیشگیری نمودن بیماری‌های سرایتی و زهرآلود شوی از غذا بین ساکنان محسوب می شود.
گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوباف برای برنامه طلعاتی خبر.